میهمانی داریم در برنامه امشب که چهره آشناس برای شما عزیزان و بسیاری از ایرانیان در داخل کشور و خارج کشور، چهره تلویزیونی که آغازی خوش داشت در تلویزیون و در ادامه راه نیز خوشتر درخشید. برنامه‌های گوناگونی ساخت در عرصه ورزش، در عرصه تفریحاتی که از طریق تلویزیون عرضه میشه و همینطور در عرصه سیاسی. آخرین های آنها بود در شبکه من و تو که همچنان حضور داره، با یاد برنامه‌های تلویزیونی با رسانه‌های اینترنتی فعال. میهمان ما که هست، احتمالاً حد زدید، آقای امید خلیلی هست در لندن که در عرصه‌های دیگه هم دستی داشته، با فروتنی خاص خودش مطرح نکرده، شعر و قصه نویسی و ترانه سرایی، یا به قول دوست نازنینم ایرج جنتی عطایی، ترانه سرایی.